سلام خدمت شما عزیزان، چطور هستین؟ انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، بسیاری از دوستا مسیج کرده بودن و کامنت مانده بودن این کار کوتل خیرخانه چطور شد، کجا رسید، سرکش چطور شد، بیربارش شده کم یا نه. خوب دوستان عزیز، ما دوباره در سرک کوتل خیرخانه هستیم. بار قبل کامنته بودیم این بخشش تقریبا از اونو قصر لباسی که براتون نشان بودم اون دوجه از قصر لباس و ساختمان خامه بود تا خود شهرک زاکرین یا که به اصطلاح هم عکس محسود میگنشه تا اینجا خامه بود و این تازه قیر شد و قیراندازی شد. از وقتی که قیراندازی شده و همین بیربار قصر لباس بازار کوتل کاملا از بین رفته و موترها البته دو طرفه تردد میکنن، اما کار از اون طرف شروع شده. کار از اون طرف به شدت جریان داره دوستان عزیز. اینا میبینین موترها اینجا ساد از پر کرده میره و راست و همونطور انداخته میره میریم اون طرف سرک دوستان عزیز، چون کار اون طرف جریان داره و بریم میبینیم که کجا رسیده کار. سرک بگذاریم. این سرک دوستان عزیز بسیار خطرناک است. اینجا قدر نه، پایینا بسیار خطرناک است چون گلایی‌های زیاد داره و موترام سرپایی نیست، همونطور یکم تیزتر میرن. سرک هم بزرگ است و من چندین حادثه را دیدم، موترها مردم ازن، مردم موترها چپه شده، بسیار خطرناک شده. اگر این سرک هستین رو رانندگی میکنین یا در این بخش شهر کابل زندگی میکنین، لطف کرده متوجه جان خود و جان دیگرها باشین. رانندگی آسان نیست و مشکلات خود داره گاهی. خب دوستان عزیز، کاری بخشم اینجا رسیده. اینی قسمت موتر زیادترش به دست میاین از اون سرک دیگه و بسیار کمش از دست میاین. اینم همین هواکن دیگه لودر میگنش، فکر کنم روشن است و کار کرده میره. ما همونطور پیش میریم میبینیم این بخش دوستان عزیز تا اونو ایچی رو میبینین چی نام داره جوی، تا اون جوی پر میشه کامل، تا اون جوی پر میشه. البته باز یک بلستش میمونه، یک بلستش باز قیر میریزن دیگه. این خاک است که چندین مرحله انداخته میشه، چندین مرحله خاک انداخته میشه، خاکای متفاوت. به خاطر استحکام سرک این تانگ تیلمون دوستان عزیز از فرصت استفاده کرده، تانگ تیل خیرخواه و همو ماشین های خود اپدیت کرده به یک نوع دیگه. میلیون کار است و کار میکنن، یعنی این وقتش نیست که کار هستن سمت داره و دوباره جغل اندازی میکنن کاروبار خود بیان میده. یعنی بخشی کوتل دوستان عزیز مردم بسیار یک ذره آزار میده چند روز، چون اینجا یک جر است که کانال ها و جور میکنن در اینجا شاروالی کابل دیره. تازه کارش کمک خلاص کرده. در چند روز قبل سر از جر باز بود کاملا و مردم بسیار آزار میداد، چون که سرک دوستان اندازه اون سرک بلند میشه، اندازه زمین جوی سرک یک بغله شده کاملا. این سرک پخش است بلند، بینی اینه کار میکنه دوستان عزیز. همو ایچی را میل ارزانه چون صحبتون بگویم زمین میل ارزانه خوب اینا سخت میکنن، سختون سرک جای خالیگاه نمیمونن و باید هم تک بشه. اینجا دوستان از یک کانال خورده، اونه شاید ببینین جایشه، اینجا یک کانال خورده، بیربار تایرمی جا هست. اون از پایین ببینین بیربار است بسیار زیاد، موترها میسه آمده میرن. باش میدم بین سرک بردون میخوایم برم بیربار درستر براتون نشان بودم. خاکبار است و بیربار بسیار زیاد. اون طرف هم در حال جور شدن است با اون خاطر بیربار یک زیاد است. این طرف آمدم دوستان عزیز، اینجا را جور میکنن ماشینالا میستن و رفتن، اما اون طرف دیگه بیربار است. این طرف بیربار خود داره، بخاطر با زیادتر موترها از به دست میان. تقریبا ما که میبینم دوستان عزیز 70 یا تقریبا 60% موترها به دست میان، چون او را بیربار است و ترافیک هم اجازه میده، چون میفهمه که را بیربار است، زیرا بزرگ است، مزاحمت هم به کارمندان نشه و به کارمندای سرکسازی دیگه و هم مردم زیادتر به درد سر نمانند. بس اجازه میچون بعضم باز این موترها رو ببینید دوستان عزیز، سرک میرن در اون سرک، چون که فکر میکنم این سرک
بیروار داره و البته داره. این سرک خراب است، کندنکاری داره، بیروار داره، بسیار جرای خراب داره و موتر بسیار خوب در این سرک رفته نمیتونه دوستان عزیز. باشه که با موتر سرک تیر شویم انشاءالله حرفا را ادامه میتیم. خوب دوستان عزیز گذاشتیم آمدیم، یعنی قسم میبینیم سرک نمدار است جو کنم بینیم. خب به هر صورت دوستان عزیز این سرک هنوز کارش دیگه نیم هم نشده، نیم چی که بسیار کم پیش رفته، کارهای زیادش مانده. دوباره زمین لرزه گرفت زمانی که این موتر دوستان عزیز این لودر به پیش میآید، اون ماشین خود فال میکنه و زمین سخت میکنه و باعث میشه که زمین تا شای چند صد متری نه کمتر تا 50 متری خود یک قسم لرزه داشته باشه، البته اون سطح زمین. به این خاطر دوستان عزیز کی سرک یگان جرا داره بسیار خراب و یگان جاهایی است که موتروان آزار میته، یگان جمپای بسیار خراب است و ترجیح میتن از اون سرک برن به دست از اون طرف برن، چون ترافیک هم اجازه میتن، مشکل نداره و همچنان اون سرک صاف است مثل شیشه وارز به گفته موتروانا و این باعث میشه که بس راحت تر در اون سرک برن و البته موترهایی که در اون طرف دور میخورن در اون کوچه ها تا سرک شهرک صلح یا سرک مارشال فهیم از موجه استفاده میکنن، چون به خاطر که این طرف دیگه بریدگی فقط یک دانه دوستان عزیز مجبور هستن و بیدز برن تا که بتوانند در مقصد خود دور بخورن. دیگه سر صدا همچنان دوستان عزیز زیاد است. طرف هم دیگه دوستان عزیز میبینیم که خاک تامیج آوار کردن از اینجا اون طرف قدر جای جور نشده. یعنی موترهای خربوزه هم دیگه میاین میبینن کار از اون کارمندا خلاص است و دیگه سرک غرض ندارن، موترهای خود میرن لب سرک تا که مسئولیت خود درست صرف داشته بکنن. این رومی رو ببینین دوستان عزیز، بادرنگ ببینین، تربوز ببینین که تربوز بسیار هم ارزان شده و هم بسیار مزه‌دار. تربوزهای اصلی و پخته یعنی وقتش است و تازه رسیده و تربوز دیگه در اوجش است دوستان عزیز. این پیاز سفید ببینین، پیاز هم رسیده، پیاز سفید. این سرک دیگه اون طرف کندنکاری شده دوستان عزیز، بیاین که اون سرک بریم حداقل از خطر حادثه دور باشیم از لب سرک. نباید این سرک میریم، سرک نمدار است به خاطر سختگیری دوستان عزیز و اورکاری سرک نمدار میکنن. بادرنگ 50 روپیه دوستان در وقتش. این خلطر شما در حدود 200 افغانی هم پیدا نمیتونین، حتی بالاتر از اون. این یک چند وقت دیگه بگذره. حالا اوجش از به این قیمت میفروشه و این طرف هم دوباره دوستان سرویس فروشه. انشالله که از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو رو لایک کنین، در کانال هم جز سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی همیتونه به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همیتان.